خب به نام خدا. این ویدیو چهارمی که دارم براتون ضبط میکنم. من علی محمدی هستم و میریم سراغ حل سوالات درس ماشین‌های الکتریکی مبحث ماشین‌های DC. ببینید بحث ماشین‌های DC خیلی سوالش زیاده، بنابراین من اومدم اینو تبدیل به 2 تا ویدیو کردم و این بخش اول از ویدیوهای حل سوالات مربوط به ماشین‌های DC آزمون‌های استخدامی هستش. سوال سال 97 بوده و میگه که کدام در خصوص ماشین های دیسی صحیح نیست. ببینید که گزینه صحیح نیست و مورد صحیح نیست و خیلی بهش دقت بکنید. گزینه اول میگه که پولاریته ولتاژ در جاروبک ها همیشه ثابت است. بله، این در تمامی موارد ژنراتوری، ماشین های دیسی که ژنراتور هستند، پایانه ولتاژ مربوط به خروجی پایانه ولتاژ جاروبک ها که همون خروجی الکتریکال هستش ثابته و تغییر پیدا نمیکنه و در حالت موتوری هم ثابته، مگر در حالت خاصی که جریان آرمیچه برعکس بشه و از حالت موتوری به ژنراتوری بریم. در این حالت پولاریته معکوس میشه و این حالت خاصه و ما نمیتونیم اینو بستش بدیم، پس بنابراین تقریبا میشه گفت این درسته همیشه. خب مورد دوم میگه که تلفات هسته در روتور بیشتر از تلفات هسته در استاتور است. این غلطه و جواب اصلی ما همین خواهد بود. چرا؟ چون ما نه تنها در ماشین DC بلکه در ماشین AC هم میتونیم بگیم که تلفات هسته در روتور کمتر از تلفات هسته در استاتوره. چرا که در ماشین های DC مخصوصا اگر روتورشون از جنس آهنربای دائم باشه میتونیم بگیم که تلفات هسته تقریبا صفره. حتی در ماشین های AC هم چون با لغزش کم کار میکنن عموما تلفات هسته در روتور کمتر از تلفات هسته در استاتور، چون استاتور بیشتر در معرض اون اصطلاحاً تغییرات شار قرار داره و تلفات هسته در اون افزایش پیدا میکنه. ما گفتیم که تلفات هسته وابسته به B و F بود و F و B در استاتور بیشتر خواهد بود نسبت به روتور. بنابراین به غیر از حالت خاصی که موتورهای القایی با لغزش بالا هستند که در اونها تلفات در روتور بیشتر از تلفات در استاتوره، این برعکسه، یعنی تلفات روتور کمتر از تلفات هسته در استاتوره. گزینه بعدی هم بررسی بکنیم بد نیست. میگه که عکس العمل آرمیچر در هر دو حالت موتوری و ژنراتوری باعث تضعیف شار میشه. بله، در هر دو حالت باعث تضعیف شار خواهد شد و استفاده از قطب‌های کمکی ما گفتیم که یکی از روش‌های کاهش اثر ناشی از عکس العمل آرمیچر استفاده از قطب‌های کمکی هستش. یعنی اگر یک موتور 2 قطبه یا 4 قطبه ما بیایم قطب‌هاشو افزایش بدیم. سوال 2 رو با هم دیگه بررسی میکنیم. سوال 2 یک مسئله است از سال 97. میگه که یک جنراتور دیسی شنت شکلش به این صورت بود که این سیم پیچ تحریکه عارف، این سیم پیچ آرمیچره و اینم خود مولد هستش، یعنی خود اون موتور یا مولد دیسی هستش و ما با اون چیز میکنیم. میگه که داره مشخصه بیباری به صورت زیر است، یعنی این. خب مقاومت آرمیچر و میدان به ترتیب 1/10 و 100 در صورت 1000 دوره. در صورت 1200 دور ولتاژ بیباریان چند ولت است؟ این ولتاژ بیباری که به ما داده اینه. ببینید در این حالت ما میگیم که VF مساوی است با RF IF. پس IF خواهد شد VF و RF. ببینید در حالت بیباری IA صفره. خب پس بنابراین ما میتونیم بگیم که VFی که دو سر اینجا میفته همون IA. خب پس این میشه IA تقسیم بر RF. خب ما گفتیم که IA 2 تا رابطه داشت، یکی برای جریان کمتر از 2 آمپر و یکی دیگه برای جریان بیشتر از 2 آمپر. اگر IF کوچکتر یا مساوی با 2 آمپر باشه ما میگیم که IF خواهد شد 100 تا IF تقسیم بر مقاومت میدانم 100 اوم بود دیگه. بله،
این میشه 100 با 100 میشه IF مساوی با IF. چیز خاصی به ما نمیده. خب پس میریم حالت دو. حالت دو میگیم که IF بزرگتر از 2 آمپر باشه. پس IF خواهد شد رابطه ما چنده؟ 5 تا IF به علاوه 235 تقسیم بر 100. در این حالت طرفین وسطین بکنم این میشه 100 تا IF با 5 تا IF میشه 95 تا IF برابر است با 235. پس IF خواهد شد، یک ماشین حساب بیارم اینجا، 2/47 آمپر. خب این بزرگتر از 2 آمپره، پس درسته. خب اینو حتما چک کنید. خب سوال از ما خواسته بود که N در حالت اگر 1200 تا باشه N ای آ چنده. ببینیم ما اول سر رابطه ای آ و N رو بایستی بفهمیم. ای آ همونطور که میدونین میشه کافی N. خب که این فیه متناسب است با آی اف. خب پس ای آ با N رابطه مستقیم داره. به عبارت دیگه ای آ یک به N یک میشه ای آ دو به N دو. خب پس ای آ دو برابر خواهد بود با ای آ یک به N دو به N یک. خب ای آ یک چنده؟ ما گفتیم که 5 تا آی اف به علاوه 235. پس این آی اف من ضرب در 5 بشه به علاوه 235 بشه میشه 247 ممیز 37 ضرب در N2 1200 دور تقسیم بر 1000 دور. N1 1000 بود، N2 1200. خب N1 1000 N2 1200. پس با هم دیگه اینا ساده میشن. این میشه 1.2 و جواب ما یعنی ای آ دو خواهد شد ضرب در 1.2 بشه میشه 296 ممیز 84 ولت. این ای آ دو یا همون ولتاژ بیباری در سرعت 1200 دور بر دقیقه. ببین 296 300 نزدیکترین عددشه. پس من گزینه 4 رو انتخاب میکنم. ببین اینی که گزینه ها یکی نمیشن توی امتحان خیلی به خودتون سخت نگیرین. یعنی چیز نیست. اون گزینه ای که خیلی دقیقه مخصوصا توی این ولتاژ های بیباری ها چون ما با درصد خطای کم این قابل قبوله. خب یعنی مثلا 296 که الان 297 تا 300 درصد خطای خیلی پایینی داره. بنابراین من اینو قابل قبول میدونم. سوال 3 میگه که در یک موتور دیسی شنت مجددا شنت 200 ولتی داره مقاومت آرمیشور میدان به ترتیب 2 دهم و 100 اهم است. در این موتور در بار نامی داره جریان آرمیچر 100 آمپر بوده و با سرعت 1000 دور بر دقیقه میچرخد. اگر ولتاژ ورودی نصف شود جریان آرمیچر 95 آمپر می شود. ببین همون حالتی که بود براتون تعریف کردم، شکلشو کشیدم. خب الان به ما میگه مثلا این ولتاژ اینجا 200. خب بعد مقاومت آرمیچر میدان هم داریم. در این حالت اگر مثلا چیز باشه جریان آرمیچر 100 آمپر میشه و سرعتش هم 1000 میچرخه. خب این حالت نامی. حالا اگه این 200 بشه 100، خب حالت دومی میشه دیگه. اون موقع جریان آرمیچر از 100 آمپر میشه 95 آمپر. سرعتش چند میشه؟ خب
پس ما یه حالت اول داریم و یه حالت اول داریم. توی این حالت اوله آیه اف من چنده؟ میشه وی اف به آر اف. وی اف من 200، آر اف من چنده؟ 100. میشه 2 آمپر. خب ای آ من برابر با چنده؟ ای آ من میشه وی اف یا وی تی منهای آر آ در آی آ. این از شکل مشخصه دیگه. خب من ای اینجا رو به دست بیارم، اگر نمیشه این، چون جهتش موتوری دیگه، این میشه آر آ، این آی آ، میشه این وی منهای این اختلاف ولتاژی که دو سر این میفته. بنابراین میشه 200 منهای آر آ چنده؟ 0.2 ضرب در 100 آمپر که این میشه 180 ولت. خب حالا حالت دوم بررسی بکنیم. توی حالت دوم به ما گفته بود که ولتاژ نصف میشه، پس آی اف خواهد شد وی اف به آر اف که میشه 100 تقسیم بر 100 برابر با 1 آمپر. یه آ، اینو آی اف پریم اسمشو بذاریم، اینم وی اف پریم. یه آ پریم میشه وی پریم منهای آر آ در آی آ پریم که میشه 100 منهای 95 ضرب در 2 برابر است. این 95 ضرب در 2 میشه 19. خب پس 100 منهای 19 خواهد شد 81 ولت. پس ای آ پریم خواهد شد 81 ولت. ما گفتیم که ای آ رابطه داشت با، یعنی میشد مساویه با کا فی ان. این فی هم گفتیم وابسته است به آی اف. پس میتونیم بگیم که ای آ مستقیما رابطه داره با آی اف در ان. درسته؟ بله که میتونیم. پس ای آ در حالت پیری میشم آی اف پریم در ان پریم. خب این نسبت برقراره. حالا اگه من ان پریم رو میخوام دیگه، یعنی سرعت رو لازم داشتم، خواهد شد چی؟ ای آ پریم. ای آ پریم چند بود؟ 81 ضرب داره آی اف چند بود؟ 2. ان چند بود؟ 1000 تقسیم بره ای آ چند بود؟ 180 ضرب داره آی اف پریم چند بود؟ 1 آمپر. خب حالا من اینو حساب بکنم، میشود 900 آر پی. این جواب سوال ماست، یعنی گزینه 2.
میریم سال بعدی. سال بعدی میگه که یک موتور دیسی سری 400 ولتی داره مجموع مقاومت میدان آرمیچری 1/10 اوم هستش. خب موتورهای سری اینطور بودن دیگه. مجموع این دوتا با هم دیگه شده 1/10 اوم. باری با ولتاژ نامی با سرعت 500 دور بر دقیقه میچرخاند. اگر جریان کشیده شده از منبع 100 آمپر باشد، یعنی آی آرمیچرش 100 باشه، گشتاور ماشین چند نیوتن متر است؟ ببینین برای گشتاور ما یه رابطه داشتیم دیگه، میشد پی اوت تقسیم بر اومگا، که این اومگا سرعت زاویه‌ای بود. من بهتون گفتم این سرعت زاویه‌ای دور بر دقیقه نیست، رادیان بر ثانیه است. برای اینکه دور بر دقیقه رو تبدیل به رادیان بر ثانیه بکنیم 2p_n بیسی استفاده بکنیم. یعنی میشه 2 ضرب در 500 تقسیم بر میشه 2p ضرب در 500 تقسیم بر 60. خب این از این میشه رادیان بر ثانیه. اوکی. خب پی اوت رو چطور حساب بکنیم؟ ببینیم پی اوت من یه پی این دارم که میشه وی در آی. خب پی این من منهای پی لاس هام میشه پی اوت، که این پی اوت مساوی میشه با پی این که میشه وی در آی، یعنی 400 در 100 منهای آرای 2. همه آرا گفت که 1/10 دیگه، آی هم که 100 بود. خب این جوابش میشه 39,000. خب حالا من پی اینو دارم دیگه، پس میشه تی یا گشتاور میشه پی اوت که میشه 39,000 تقسیم بره 2 ضرب در 500 که میشه 1000 پی تقسیم بر 60. اینا با هم ساده میشن، میشه 39 در 60 2340 بر پی. خب گزینه 1 جواب سوال ما خواهد بود. سوال بعدی سال 96 هستش. میگه که در یک ژنراتور دیسی شنت، این سوال خیلی سوال خوبیه و خیلی سوال مفهومیه، خیلی به این دقت بکنید. با مقاومت آرمیچر نیم اوم و مقاومت میدان 200 اوم در سرعت 500 RPM داره مشخصه بیباری مطابق شکل زیر است. ولتاژ خروجی بیباری در سرعت 1000 RPM چند است؟ ببینید در مورد منحنی مشخصه بیباری، خب اگر به صورت اینطوری نمودار بهتون میده یا جدول، خب من حالا جدولش هم مینویسم برای شما. در حالت اول یعنی در 500 RPM، خب جدول من اینه، به ازای IF ایاهای متعدد داره. این یه ای آی اینجا داره به ازای IF نیم 1 2 و 3. به ازای نیم 195 تقسیم بر 2 میشه 97 و نیم. به ازای 1 195. ببین اینجا نگاه کنید دیگه، این 195 اینجا درونیابی کردم، اینجا هم باز درونیابی میکنیم برای شماره 2. بین 195 و 205 وسطش دقیقا میشه 200 و برای سم 205. خب
ببینید برای EA2 ما رابطه داشتیم دیگه. EA2 اگر سرعت عوض میشد EA1 ضرب در N2 به N1 که میشه EA1 ضرب در N2 من 1000 تقسیم بر 500. یعنی گفته بود که ما به 1000 برسیم دیگه. خب پس این میشه 2. پس هر آنچه که من اف ثابت ها اف ثابت دارم های من ضرب در 2 میشه. یعنی اگه من بخوام این نمودار رو برای 1000 RPM مجددا بکشم اف و پریمی باشد یا دویی باشد، خب به ازای نیم 1 2 و 3 به ازای نیم میشه 195 به ازای 1 میشه 390 به ازای 2 میشه 400 و به ازای 3 میشه 410. خب ما یه رابطه هم داشتیم دیگه، میگفتیم که اف خواهد بود VF RF. در بیباری گفتیم که VF مساوی با آست. پس آ من میشد RF IF. ببینید ما دو تا نمودار داریم، یکی نمودار خطی ناشی از این رابطه و یکی نمودار غیر خطی ناشی از منحنی. جایی که این دوتا همدیگر رو قطع بکنن نقطه کار من خواهد بود. خب میام قرار میدم RF من چند بود؟ 200. خب RF من 200 بود، خوش به من گفته بود. پس من 200 رو ضرب میکنم. اگر برای نیم حساب بکنیم، بذارید من اینو با قرمز اینجا این بالا بنویسم. خب اگه برای نیم حساب بکنیم 200 در نیم میشه 100. یکی ان؟ نه. 1 ضرب در 200 میشه 200. 200 با 390 یکی نیستن. 2 ضرب در 200 میشه 400. یکی ان؟ نقطه کار من حساب شد. پس علنا آ من در نقطه، یعنی در سرعت 1000 RPM عدد 400، یعنی 400 جواب من خواهد بود.